پیامبر صلی الله علیه و سلم برده‌ای داشتند به نام مطعم که در فتح خیبر همراه با پیامبر علیه السلام و جمع مسلمین حضور داشت. بعد از فتح خیبر در مسیر برگشت، در حالی که در خدمت رسول الله علیه السلام بود، ناگهان تیری آمد و به بدنش اصابت کرد و در نتیجه کشته شد. اصحاب کرام از اینکه دیدن این مطعم در خدمت پیامبر علیه السلام است، گفتند که هنیئا له الشهاده، خوش به حالش، شهادت برش مبارک باد، و فکر کردند که اهل بهشت است. رسول الله علیه السلام مکسی کردن و بعد گفتند والذی نفسی بیده ان الشملة التي اخذها يوم خیبر من الغنیمه لم تصبها المقاسم لتشتعل علیه نارا. گفتن دستمال یا قدیفه‌ای که در روز فتح خیبر از مال غنیمت این آدم برداشت قبل از اینکه مال غنیمت تقسیم شود، امو دستمال برای برافروختن آتش جهنم به این مطعم کافی هست. یعنی با وجودی که در خدمت پیامبر علیه السلام بود، اما از اینکه به مال بیت المال، به دارایی عامه، به مال غنیمت دستبردی داشت، غلول و دزدی داشت، بدون پرسان ازش برداشته بود، پیامبر علیه السلام گفت که ولو تیر ناگهانی آمده و کشته شده اما شهید نیست، او به جهنم است و در آتش جهنم می سوزه. حالا کسایی که از مال عمومی، از دارایی عامه، از بیت المال، از سرمایه عمومی کشور بیجا و به ظلم و به ناحق می بردارن، مصرف میکنن، غلول دارن، دزدی میکنن، فساد میکنن، و یا هم در پروژه هایی که در راستای آبادی و عمران کشور است، در پروژه ها خیانت میکنن، در ساخت سرک، در ساخت پل و پلچک و همه قسم در سایر پروژه ها قرارداد به یک شکل است، معیارها به یک شکل است، اما به دیگه شکل می سازن و از سر قرارداد دزدی میکنن. اینا باید یک بار به این فرموده پیامبر علیه السلام غور بکنن و بیاندیشن که یک دستمال، یک قدیفه‌ای که از دارایی عامه به دزدی برداشته شده، به غلول برداشته شده، سبب جهنمی ساختن خدمتکار پیامبر علیه السلام گردیده. آدم عادی هم نبوده، کسی بوده که در خدمت پیامبر علیه السلام. حالا ماهایی که در دارایی عامه خیانت بکنیم، ازش دزدی بکنیم و جیب خود را پر بکنیم، ما به چی سرنوشتی گرفتار خواهیم شد؟ خوب است که یک بار به این مورد بیاندیشیم. سلام علیکم.